الحمد لله وحده و صلاة و سلام علی نبی بعده. اما بعد، امروزم خواستم در اطراف یک آیه کریمه از قرآن عظیم شأن و شما کمی تفصیلات داشته باشیم. الله متعال در قرآن عظیم شأن در سوره ماعون می‌فرماید فویل للمصلین. ویل مفسران قرآن میگویند یک وادی است در جهنم. یعنی الله متعال در این آیت تهدید میکند بر نمازخانه هایی که از نماز خود چی هستند؟ غافل هستند. یعنی مصلین نمازگزار میگویند. یعنی وای بر حال نمازگزارهایی که از نماز خود چی هستند؟ غافل هستند. یعنی توجه به اون نماز ندارند. اصلا در نظریه این آیه کریمه مفسران قرآن حدیث را از سعد ابن ابی وقاص رضی الله عنه که صحابه جلیل القدر می‌فرماید از پیامبر پرسان کردم در شأن نزول این آیت. پیامبر گرامی اسلام گفت این آیت تهدید به نمازخانه‌های میکنه که از نماز خود چی هستند؟ غافل هستند. یعنی به تأخیر شدن، یعنی نماز قریب قضا شدنش میبرن، نماز در آخر وقتش میخونن، یا اینکه به نماز توجه ندارن که این نماز به سر ما چی هست؟ یعنی یک فرایض الله هست، باید در وقت خودش ادا کرده شود. این آیت تأکید و تنبیه به اون انسان ها هست. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه شاه مفسرا میگوید این آیت، شأن نزول این آیت در حق منافقان است. یعنی منافقا وقتی که مسلمان ها را میدیدند اونها نماز میخوندند، وقتی تنها می نشستند به نماز توجه نداشتند. و من خواستم در اطراف این آیت کمی به شما معلومات بدم که این خصلت رذیله منافقای دور پیامبر امروز در جمعیت من شما مسلمان ها دیده می شود. یعنی منافق هایی که در دور پیامبر مسلمان ها را می دیدن و نماز می خوندن با همراه اونها، وقتی تنها که می شدن با اون نماز توجه نداشتن، یعنی نماز نمی خوندن. اونها اصلا منافق بودن. لکن امروز این خصلت رذیله در من شما مسلمان ها، اکثر مسلمان ها دیده می شود. بعضی از مسلمان ها را امروز نظر کنید، توجه اصلا به نماز ندارند. ماه ها میگذرد، یعنی هفته ها و ماه ها میگذرد، سال ها میگذرد، نماز نمیخونند. بعضی مسلمان ها به نام مسلمان هستند و بعضی از مسلمان ها توجه به نماز ندارند. یعنی که بعضی وقت نماز میخونند، بعضی وقت نمیخونند، یا که نماز شام و خفتن را میخوانند و به دیگر نمازها توجه ندارند. و بعضی از مسلمان های امروزه من شما وقتی که کار و بار زندگیشون زیاد شود به نماز توجه ندارن. میگوین حاضی وقتی کار و بار و زندگی است، بعداً وقتی که بیکار شدیم ما نماز میخونیم. اکنون عزیزان دل شما نظر کنید که همون خصلت رذیله منافقای دوره پیامبر امروز در مسلمان های امروزه دیده می شود. وقتی که ما با این دیم رکن اصلی ایمان که بعد از لا اله الا الله گفتن این اقامه نماز است، یعنی نماز برپا کردن است، ما توجه نمیکنیم، با این رکن الله دستور عمل زندگی نمیکنیم، چگونه الله در من شما برکت و توفیق نصرت بدهد؟ به همین خاطر عزیزان دل، وقتی که خصلت رذیله منافقای دور پیامبر بی توجهی به نماز باشد، باید من و شما کمی اندیشه کنیم، به خود ببینیم که یک مسلمان واقعی باشیم، چی در پنهانی چی در ظاهری نماز بخونیم، همیشه پابند نماز باشیم. حتی یک انسان نزد حذیفه یمانی رضی الله عنه که صحابه پیامبر است، پیامبر منافق ها را با او بیان کردگی بود، از او پرسان کرد آیا از اون جمله کسانی که منافق هایی که پیامبر با تو بیان کردگی هست،
آیا من از همون جمله هستم یا نه؟ حذیفه یمانی رو به او انسان کرد، گفت دو سوال را از تو پرسان میکنم، به من جواب میدهی؟ اون انسان گفت بله. گفت آیا در پنهانی و در ظاهری نماز تا میخونی؟ یعنی چی در نزد مردم باشی یا چی در پنهانی باشی نماز ادا میکنی؟ او بنده الله گفت بله. گفت آیا هر وقتی که دست به گناه از تو سر زد، آیا در حال رجوع به سوی الله میکنی یا میگویی که گناه کردم بگیرم بعدا توبه میکنم؟ او بنده الله گفت نه، بلکه هر وقتایی که از ما گناه سر بزند از ترس الله توبه میکنم، رجوع به سوی الله میکنم که الله مرا در عقاب خود نگیرد. گفت مادامی که به این دو سوال من به نیکی جواب دادی، تا از جمله منافق ها نیستی. گفت یعنی نگاه کنی که منافق کسی را میگویند که در ظاهر خودش مسلمان میگیره، لیکن در پنهانی اون رکن الله را زیر پا میگذاره. و این خصلت رذیله امروز در من و شما دیده میشد. الله همه من و شما را هدایت کنه که در پنهانی و در ظاهری حکم الله را یعنی نماز را بر پا بداریم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.